حالی 40 ساله نبودم رهبر ولایت انتخاب کردن در زمان جنگ شهروندی سال 92 و در آرزوی هوس رهبر دولت شدن هم نداشتم. من وکیل مردمی بودم. خب از بین 10-11 نامزد انتخاب کردن و اکنون 40 ساله بودم رهبر دولت انتخاب کردن. ما شما مقایسه کنید آن. ما برای چی در کنستیتوس تغییر در آوردیم؟ برای جوانان 30 سالگی که وکیل شده میتواند حتی نامزدیش به پرزیدنتی رهبری دولت شدن ماند. خب سودیاها دا وای میشود، دیگر ساختارها مقامات ها وای میکنند. من امروز میبینم در تجربه کاری در کدام شاخه‌ای که اگر جوان باشد وای ذوق دارد، وای ساعت پیش میرود، وای راهبری میکند، وای تشبثکار است، وای بسیار چیزهای نوآوری ها دارند، کرخت نیستند. افسوس که طبیعت انسانی ما همین است. بسیار ما همین سینی سال با همون 60 با چی گیم و نفقه 63 که نزدیک شد، 1 سال 2 سال 3 سال بعد دیگر فقط فکر ذکری چی میگن اون طرف. برای همین اگر از 30 در خدمتچی‌های دولتی و از 30 پایان‌تر هم که باشند 40 سال میتوانند به دولت وطن خود صادقانه خدمت کنند. چرا نه؟ این بسیار مهم است. در بعض دولت‌های پیشرفته من شاهد هستم از این کادرهای جوان و اعضای حکومت هستند، وزیر هستند، دیگر ساحه‌های مهم راهبری میکنند. چرا ما امکانیت ندیم؟ جوانان صاحب استعداد، جوانانی که لایق‌مند هستند، جوانانی که هستند. برای چی؟ اگر چقدر در دولت سطح سوادناکی جوانان و سطح سوادناکی، سطح بلندی معرفتناکی ملت اگر بالا باشد، همون قدر دولت رشد میکند، پیشرفت میشود، ترقیات میشود. بعضا من میشنوم ما کشوری کوهستان هستیم، زمین ما کم است، اهالی زیاد شده است، پردا چیکار میکنیم، این چی میشه؟ یگان چه ترس مهم نباشد. ما تکیه برای جوانان، نسل جوان نورس از باغچه تربیت کردن شروع کنیم، ساحه علم و معرفت در سطح اول گذاریم، سواد آموزانیم. جوانایی که سواد دارد، زبانهای خارجی را خوب میداند، کسب و هنر دارد، امروز پروسس های جهانی شوی دیگر سرحد یگان راه را موازی نمی کند. با واسطه اینترنت آزمون قطعی در تمام کشورهای دنیا کمپانی شرکت های و بکار قبول میگردند و معاش خوب هم میگیرند، زندگی خوب هم میبینند. نمیپرسند ملت چی از کدام کشور، متخصص در کن.